درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان گرامی و علاقمندان به علوم باستان. امروز قصد دارم راه اندازی ساده سیستم نقطه زن دئوس 2 محصول شرکت XP فرانسه رو بهتون آموزش بدم. ابتدا اجازه بدید چند مورد از ویژگی‌های مهم دئوس رو به طور خلاصه خدمت شما عرض بکنم. این سیستم کاملا بیسیم طراحی شده، بسیار سبک و قابل حمل و قابل تنظیم، عملکرد بسیار عالی در انواع زمین‌های خشک، مرطوب، ساحلی و حتی کاوش زیر آب رو داره. برنامه‌های از پیش تنظیم شده برای انواع اهداف و شرایط رو داره. در آخرین ورژنی که سیستم دئوس 2 در اختیار کاوشگر قرار داده، از 14 مد کاوش استفاده شده که انشاءالله در ویدئوهای بعدی همه این 14 مد رو خدمت شما توضیح میدم. خب حالا بپردازیم به راه اندازی یونیت سیستم دئوس 2. ابتدا دکمه پاور که در قسمت بالا سمت چپ قرار داره رو فشار داده چند ثانیه نگه می‌دارید تا دستگاه روشن بشه. سپس اجازه میدید که سیستم جفت‌سازی لوپ رو انجام بده. حالا لوپ ما چون از ما دوره یه خورده دیر این کار انجام میشه، حالا داره جفت‌سازی رو انجام میده. سپس سیستم از شما میخواد که یکی از گزینه‌های پخش صدا رو انتخاب بکنید. این گزینه پخش صدا از طریق هدفون هست. این پخش صدا از طریق یونیت هست. من پخش صدا از یونیت رو انتخاب میکنم. حالا سیستم آماده به کار شده، اما قبل از آماده به کار حتما باید این سه مورد رو که خدمت شما عرض میکنم رو انجام بدید. ابتدا گرند بالانس یا تعادل زمین رو انجام بدید تا دستگاه بتونه با خاک منطقه شما سازگار باشه. برای این کار دکمه سمت راست بالا رو نگه میدارید تا دستگاه شروع به اسکن بکنه. در مرحله بعد شما باید بالانس رو انجام بدید، بالانس زمینی، بدین صورت که دکمه قرمز رو نگه می‌دارید و لوپ رو چندین مرتبه به صورت بالا و پایین به حرکت در میارید. سپس در مرحله آخر وارد منو یا همون تنظیمات سیستم میشید. گزینه فرکانس رو انتخاب میکنید. سپس گزینه شیفت و اسکن رو میزنید. در مورد فرکانس و تنظیمات دیگه‌ای که در منوی یونیت وجود داره انشاءالله در ویدیوهای بعدی من به طور کامل خدمت شما توضیح میدم.